سرخط خبرها. نگرانی ها از ادامه تنش کابل و اسلام آباد. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی بر حل مسالمت آمیز اختلافات تاکید کرد. پاکستان د افغانستان په تړاو خنیت نه لري، ښه سیاست نه لري. انتقاد پناهجویان افغان از رویکرد پلیس پاکستان. پناهجویان برگشته به کشور از رفتار پلیس این کشور شکایت می کنند. پاکستانی پولیس افغان کډوال په زور له کورونو باسي، هغوی وهي، ټکوي، زندانونو ته وړي او حتی د هغوی قیمتي توکي غلا کیږي. تقابل تازه تهران و واشنگتن. ترامپ هشدار می دهد و قالیباف از دفاع قاطع حرف می زند. درود بر شما. به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز سه‌شنبه اول سور 1405 هجری خورشیدی است که مصادف است با 21 اپریل 2026 میلادی. من فردین سعیدی هستم. مشروع خبرها. با افزایش نگرانی ها از تنش میان کابل و اسلام آباد، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی بر حل مسالمت آمیز اختلافات افغانستان و پاکستان از راه سیاسی تاکید کرد. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور سیاست های پاکستان را عامل بی‌ثباتی منطقه دانست. گزارش از عنایت اندر. پس از افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت روابط افغانستان و پاکستان، طلعت بید ماسادیکوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، تنش‌های موجود میان کابل و اسلام آباد را نگران کننده توصیف کرده و بر ضرورت دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز تاکید کرده است و افزوده است که دو طرف همراه با جامعه جهانی باید برای مدیریت وضعیت کنونی از تمامی گزینه‌های ممکن صلح‌آمیز و دیپلماتیک استفاده کنند. به گفته او، تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان که به درگیری‌های مسلحانه انجام موجب افزایش نگرانی ها در سطح منطقه شده است. به نفع هیچ طرف نیست که جنگ دوامدار باشه و در اظهار نظر بعضی سازمان های اتحادیه منطقوی و جهانی کاملا معقول است که این مسئله از طریق مفاهمه و گفتگو حل شود. بنابراین این نظر باید تقویت شود، چون حالا به یک طرف مصروف که پروژه دیپلماتیک بسیار بزرگ است. امیدوار هستم که بعد از اینکه این مسئله ختم شود مسئله افغانستان روی میز بیاید. اما در افغانستان سیاسیون هنوز هم از سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان انتقاد می‌کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در گفتگو با رسانه‌ها تصریح کرده است که پاکستان در 4 دهه گذشته با حمایت از افراطگرایی زمینه گسترش آن را به افغانستان فراهم کرده و اکنون خود با پیامدهای این رویکرد مواجه شده است. او با اشاره به جان باختن غیر نظامیان در حملات اخیر پاکستان تاکید کرده که هرچند پاکستان حق دارد در داخل مرزهای خود برای تامین امنیت و ثبات اقدام کند، اما نمی‌تواند افغانستان را مسئول ناامنی‌های داخلیش بداند و این رویکرد را نادرست خوانده است. پاکستان د افغانستان په تړاو خنیت نه لري، ښه سیاست نه لري او نه غواړي چې د افغانستان سره اړیکې سمې وي او خصوصا د داسې حکومت سره چې هغه حکومت غواړي د پاکستان ترڅنګ د نورو هیوادونو لکه د ایران سره یا هم د هندوستان سره اړیکې ولري او تګ راتګ ولري، دیپلماتیک اړیکې، اقتصادي اړیکې ولري، استراتژیک اړیکې ولري. با این حال شمار از آگاهان میگویند که افغانستان همواره در تلاش برای کاهش تنش‌ها و تامین ثبات منطقه‌ای بوده است، اما به باور آنان پاکستان در بسیاری موارد عامل کلیدی بی‌ثباتی در منطقه است. آگاهان همچنین تاکید می‌کنند که سازمان‌های جهانی باید به جای تمرکز یک جانبه بر افغانستان، اسلام آباد را به حضور سازنده و مؤثر در روند مذاکرات تشویق کند. پاکستان به مثابه یک زخم شادی منطقوی نه تنها برای افغانستان، برای هندوستان، برای ایران، بلکه تقریبا حال میتونه بگوییم که برای منطقه همیشه دشواری خلق میکنه. پروبلم‌های اقتصادی و سیاسی و جنگ‌های داخلی که داخل کشور است به دوش دیگه کشور میپرته میاندازه. از این لحاظ بهتر است که سرمنشی پیمان امنیت جمعی به جای اینکه به افغانستان مراجعه کنه
با پاکستان گوشزد کنه و برای بگه که در میز مذاکره حاضر شود. این در حال است که پس از ختم مذاکرات کابل و اسلام آباد در ارومچی تنش‌ها به گونه نسبی کاهش یافته و انتظارها بر این است که با سرگیری دور دوم مذاکرات دو کشور تنش‌های خود را از راه سیاسی حل کنند. اما این سوال مطرح می شود که آیا پاکستان تنش‌ها با افغانستان را در میز مذاکره حل می کند یا بار دیگر حملات خود به خاک کشور را از سر می گیرد؟ شماری از پناهجویان برگشت کننده افغان از پاکستان بار دیگر از تجدید اخراج‌های اجباری و فشارهای شدید پلیس به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که در پاکستان در معرض اخراج اجباری و باجگیری از سوی پلیس قرار دارند. شکیلا شمس گزارش می‌دهد. مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان با عرفات جمال نماینده کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده و دو طرف درباره رسیدگی به مشکلات مهاجران و هماهنگی کمک‌های بین‌المللی گفتگو کردند. در حال وزیر مهاجرین و سازمان ملل بر رسیدگی بر مشکلات مهاجران افغان در پاکستان سخن می‌زنند که شماری از بازگشت کنندگان می‌گویند با وجود داشتن اسناد قانونی پلیس پاکستان با آنان برخورد نادرست کرده و آنها را اخراج کرده است. و درې کسانو غسر اسناد او هغه ویزې کې ټایم بغیر غیب له وجود احوالات په تیر کړو څوارلس ورځې یعنې هلته په تېرې کړې بغیر له وجود ویزې کې ټایم یو 1 اپریل انام سره خپل وسې هغه کول او چاپیوالې په کورونو باندې په سرکونو باندې ټول څوک بېلې د پښتانه و باور آگاهان امور مهاجرت برخورد نادرست حکومت پاکستان با مهاجران افغان با اصول و موازین مهاجرت در تضاد است و باید این کشور در سیاست مهاجرتی خود تغییر ایجاد کند. پاکستانی پولیس افغان کډوال په زور له کورونو باسي، هغوی وهي ټکوي، زندانونو ته وړي او حتی د هغوی قیمتي توکي غلا کیږي. دغه دوه ګونه چلن د سیاسي امنیتي او قانوني عواملو پایله ده، خو له بشري حقونو سره ښکاره ټکر لري. د کډوالو د حالات د ښه والي لپاره اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د کوربه هیوادونو حکومتونه او بشري بنسټونه په ګډه اقدامات ترسره کړي. این در حالی است که اخیراً در پاکستان فشار بر پناهجویان افغان افزایش یافته و گزارش‌ها از بازداشت‌ها، اخراج اجباری و دستور تخلیه خانه‌ها در اسلام آباد حکایت دارند. اقدامی که حتی شماری از دارندگان ویزا را نیز در بر گرفته و نگرانی مهاجران را نیز شدت بخشیده است. و در خارج از کشور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بار دیگر هشدار داد که اگر ایران مذاکره نکند با مشکلات روبرو خواهد شد که پیش از این ندیده باشند. در مقابل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تاکید کرد که تهران مذاکره در زیر سایه تهدید را نمیپذیرد. اسد محمدی بیغش گزارش میدهد. با نزدیک شدن به پایان آتشبس 2 هفته‌ای ایران و امریکا جدال لفظی میان مقام‌های دو کشور شدت گرفته به گونه‌ای که ترامپ از وارد شدن به جنگ در صورت نرسیدن به توافق سخن می‌زند و قالیباف از آمادگی کشورش برای دفاع قاطع. رئیس جمهوری امریکا در جدیدترین اظهارات خود بار دیگر هشدار داده است که اگر ایران با امریکا به توافق نرسد با مشکلات روبرو خواهد شد که پیش از این هرگز ندیده بود. ظاهراً اشاره ترامپ به از سرگیری حملات علیه این کشور است. ترامپ در گفتگو با یک رسانه آمریکایی تاکید کرده که واشنگتن همچنان خواهان دستیابی به توافق جدید با تهران است، اما او همچنین گفت که گزینه‌های دیگری نیز روی میز دارند. ترامپ تاکید کرده که محاصره بنادر ایران تا رسیدن به توافق با قدرت ادامه می‌یابد. اگر ایران وارد مذاکره نشود با مشکلاتی که هرگز پیش از این ندیده روبرو خواهد شد. واشنگتن خواهان دستیابی به توافق با تهران است، اما گزینه‌های دیگری نیز روی میز است. در مقابل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران که رهبری هیئت مذاکره کننده تهران را بر عهده دارد گفت که کشورش مذاکره زیر سایه تهدید را نمیپذیرد و برای نبرد آماده است. قالیباف گفت که ترامپ با سخنان تهدیدآمیز علیه ایران در خیال تبدیل کردن میز مذاکره با میز تسلیمی است که به گفته وی این کار هرگز اتفاق نخواهد افتاد. ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتشبس می‌خواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگ افروزی مجدد را موجه سازد. مذاکره زیر سایه تهدید را نمی‌پذیریم و در 2 هفته اخیر برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده‌ایم. اکنون شمارش معکوس برای پایان آتشبس میان ایران و امریکا آغاز شده و زمان به زیان رسیدن به توافق پیش می‌رود. با ادامه لحن تهدیدآمیز دو طرف احتمال توافق کمتر شده و خطر بازگشت به درگیری
درگیری یا تشدید بحران همچنان پابرجاست. ساعتهای پیشرو نیز برای هر دو کشور سرنوشت ساز است که آیا به توافق در میز مذاکره می رسند یا بار دیگر در میدان جنگ با هم روبرو می شوند. سپاس از همراهی شما تا این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.